بلاکچین ها امروزه به شدت پرطرفدارن، ولی یه بلاکچین چیه؟ چطوری کار میکنه؟ چه مشکلاتی رو حل میکنه و چطوری قابل استفاده است؟ همونطوری که از اسمش پیداست، بلاکچین زنجیره‌ای از بلاک یا قالب‌هاییه که شامل اطلاعاتن. این تکنیک در اصل در سال 1991 توسط گروهی از محققین برای زمانبندی اسناد دیجیتالی خلق شد تا امکان عقب بردن یا دستکاری تاریخ اونها وجود نداشته باشه. یه چیزی مثل کاربرد دفتر اسناد رسمی. این تکنیک تا مدتی پیش تقریباً بدون استفاده باقی موند تا اینکه ساتوشی ناکاموتو در سال 2009 جهت ساخت ارز دیجیتالی بیت کوین از اون استفاده کرد. یه بلاکچین مرکزی از داده‌های مشترک و بدون نهاد مرکزیه که کاملاً باز و همگانیه. اونا قابلیت جالبی دارن. وقتی مقداری اطلاعات داخلشون ضبط و نگهداری شه، به سختی میشه اون رو تغییر داد. خب بیایید نگاهی نزدیکتر به یه بلاک داشته باشیم. هر بلاک شامل مقداری اطلاعات، هش یا تکه خودش و هش قالب قبلیه. اطلاعاتی که در یه بلاک نگهداری میشن بستگی به نوع بلاکچین داره. مثلا بلاکچین بیت کوین اطلاعاتی از تبادلات مثل فرستنده، گیرنده و مقدار سکه ها رو در خودش نگهداری میکنه. هر بلاک همچنین شامل هش میشه. میتونیم هش رو با اثر انگشت مقایسه کنیم. اون بلاک و محتویات اون رو شناسایی میکنه و همیشه منحصر به فرده، درست مثل اثر انگشت. زمانی که یه بلاک در حال ساخته شدنه، هش اون محاسبه میشه. تغییر هر چیزی در بلاک باعث تغییر در هش اون میشه. به بیان دیگه، وقتی بخواید تغییرات یه بلاک رو شناسایی کنید، هش ها بسیار مفید هستن. اگه اثر انگشت یه بلاک تغییر کنه، اون بلاک دیگه بلاک قبلی نیست. سومین عنصر داخل هر بلاک هش بلاک قبلیه که به شکل بسیار موثری زنجیره‌ای از بلاک ها رو میسازه و همین تکنیکه که بلاکچین ها رو به شدت امن میکنه. بیایید یه مثال بزنیم. اینجا زنجیره‌ای از 3 بلاک رو داریم. همونطور که میبینید هر بلاک هش خودش و هش بلاک قبلی رو داره. پس بلاک شماره 3 به بلاک شماره 2 و بلاک شماره 2 به بلاک شماره 1 اشاره داره. بلاک شماره 1 مقداری خاصه. اون نمیتونه به بلاک قبلی اشاره داشته باشه چون خودش اولین بلاکه. ما اسم اون رو بلاک مولد میذاریم. حالا تصور کنید که میخواید بلاک دوم رو دستکاری کنید. این باعث میشه هش بلاک هم تغییر کنه. در نتیجه بلاک سوم و تمام بلاک های بعدی هم نامعتبر میشن، چرا که دیگه هش معتبری از بلاک های قبلی رو ذخیره ندارن. پس تغییر یه بلاک به تنهایی باعث نامعتبر شدن تمام بلاک های بعدی میشه. اما استفاده از هش ها به تنهایی برای جلوگیری از دستکاری کافی نیست. کامپیوترها این روزها بسیار سریعن و میتونن صدها هزار هش رو در ثانیه محاسبه کنن. شما میتونید یه بلاک رو دستکاری و هش تمام بلاک ها رو از اول محاسبه کنید تا بلاکچینتون دوباره معتبر شه. اما همینقدر آسون هم نیست. بلاکچین ها چیزی به اسم پروف آف ورک یا اثبات عملکرد دارن. این مکانیزمیه که باعث آرومتر شدن سرعت ساخت بلاک های جدید میشه. در مورد بیت کوین تقریباً 10 دقیقه زمان میبره که پروف آف ورک مورد نیاز محاسبه و یه بلاک جدید به زنجیره اضافه شه. این مکانیزم باعث میشه که دستکاری بلاک ها بسیار سخت شه، چون اگه یه بلاک رو دستکاری کنید نیاز دارید تا پروف آف ورک تمام بلاک های بعدی رو هم دوباره محاسبه کنید. بنابراین امنیت یه بلاکچین از استفاده خلاقانه از هش ها و مکانیزم پروف آف ورک ناشی میشه. اما هنوز یه راه دیگه هم که بلاکچین ها از خودشون محافظت میکنن وجود داره و اون توزیع شدنشونه. به جای اینکه یه نهاد مرکزی زنجیره رو مدیریت کنه، بلاکچین ها از یه شبکه فرد به فرد استفاده میکنن که هر کسی اجازه ملحق شدن به اون رو داره. زمانی که یه نفر به این شبکه ملحق شه، یه نسخه کامل از بلاکچین رو دریافت میکنه. نود یا گره میتونه از این استفاده و تایید کنه همه چیز هنوز سر جای خودش قرار داره. حالا بیایید ببینیم وقتی یه نفر یه بلاک جدید بسازه چه اتفاقی میفته. بلاک جدید به همه افراد درون اون شبکه فرستاده میشه. سپس هر نود بلاک رو تایید میکنه تا مطمئن شه دستکاری نشده باشه. اگه همه چی سر جای خودش باشه، هر نود این بلاکچین رو به بلاکچین خودش اضافه میکنه. تمام نودهای درون این شبکه یه توافق همگانی ایجاد میکنن. اونا توافق میکنن که کدوم بلاک ها معتبرن و کدوم ها نیستن. بلاک هایی که دستکاری شدن توسط نودهای دیگه رد میشن. پس برای اینکه یه بلاکچین رو با موفقیت دستکاری کنید، نیاز دارید تا تمام بلاک های زنجیره رو دستکاری کنید. پروف آف ورک هر بلاک رو دوباره انجام بدید و کنترل بیش از 50% از شبکه فرد به فرد رو به دست بگیرید.
فقط در این صورتی که بلاک دستکاری شده توسط همه قبول میشه. این کار تقریباً غیر ممکنه. همچنین بلاکچین ها دائما در حال تکامل یافتن هستند. یکی از تازه ترین پیشرفت ها پیدایش قراردادهای هوشمنده. این قراردادها یه برنامه ساده هستند که در بلاکچین ها ذخیره شدن و میشه از اونها استفاده کرد تا به صورت خودکار سکه ها رو بر اساس موقعیت های خاص معامله کنن. پیدایش تکنولوژی بلاکچین توجه مردم زیادی رو به خودش جلب کرده. خیلی زود دیگران هم متوجه شدن این تکنولوژی میتونه در موارد بسیاری مثل نگهداری سوابق پزشکی، ساخت دفتر اسناد رسمی دیجیتالی یا حتی جمع‌آوری مالیات استفاده شه. خب حالا دیگه شما میدونید بلاکچین چیه، به صورت ساده چطوری کار میکنه و چه مشکلاتی رو حل میکنه.